کوهنوردان، سنگنوردان، طبیعتگردان چقدر از ارزش و اهمیت مکان‌های تاریخی و باستانی اطلاع دارن؟ آیا ایجاد مکان‌هایی برای سنگنوردی و طبیعتگردی میتونه به این مکان‌ها آسیب بزنه؟ پاسخ به این سوالات و کلی اطلاعات ارزشمند دیگه در مصاحبه من با جناب آقای دکتر حسن علی عرب، دکترای باستانشناسی از دانشگاه مدرس تهران. جناب دکتر در رابطه با ارزش و اهمیت این نقاط، حفاظت از اونها برای ما صحبت کردن و در یک مصاحبه حدوداً 40-45 دقیقه‌ای اطلاعات بسیار ارزشمندی رو به ما میدن. نسخه کامل این مصاحبه در کانال آموزشی ما در یوتیوب با آدرس @cliffhanger_ir منتشر شده. با من همراه بشید. من شاهرخ همتایی هستم از وبسایت cliffhanger.ir.